با عرض احترام مجدد امید است که جور و صحتمند باشین. خداوند ما را قوت و شیمه بده که دائم بیاییم خبرهای خوش به شما بگوییم و من بسیار زیاد متاسف هستم که کمک خاطر ما آزرده شد و این کار باید نمی شد. به هر صورت در جای شیطان ها فعال است و شیطان ها امی کارها را انجام میده. آدم مؤمن و مسلمان و آدمی که با کلتور افغانی اعتقاد داشته باشه، آدمی که از خدا بترسه، آدمی که با آیات قرآن مجید عقیده داشته باشه، آدمی که با گفته های رسول الله مبارک عقیده داشته باشه که رسول الله مبارک گفته که از دیوال شکسته و تهمت ناق خدا نگاه کنه و دیگه این مردم ها همین تهمت ناق بسیار متخصص شدن. دیگه انشالله ما تلفن های شما رو میگیرم، بسیار موضوعات مانده دیگه ما تلفن های شما رو میگیرم. بله صاحب، دیرانجرگاه در خدمتتون است، امر کنین صاحب، بفرمایید صاحب. بله صاحب بفرمایید صاحب. بله در لاین هستید صاحب. السلام علیکم متین صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. اسم مبارکتون صاحب؟ زه کټوازه یم او تاسو سلام نه وایم. السلام کټوازه صاحب، څنګه یې صاحب؟ تابوتونه ښه دي صاحب؟ ما ډېر زما فخر ده تاسو تلیفون وکړئ صاحب، تاسو دائم مصروف یې. کټوازه صاحب وفرمایئ صاحب. متین صاحب محترم، متین صاحب محترم، ما ډېر انتظار وایسته. اول خو تاسو ته د مینې ډک سلامونه یایم او بیا څو ورځې مخکې د افغانستان ستر استقلال تاسو ته ټولو ته مبارکي یایم. بالکل، زه مبارکي ټولو افغانانو ته وایم صاحب، او هغو شهیدانو ته لکه غازي امان الله خان او د لومړۍ انګلیس جګړې ملالۍ انا ته ټولو ته د زړه د کومې د خداوند جل جلاله د دې لپاره جنت غواړم. بالکل صحیح صاحب. او د تاسو خبرې ما ټولې واورېدلې، مګر خوشحاله په دې یم چې محترم سیرت صاحب یو پیشنهاد کړی دی له خپلې کمیټې څخه یا له خپل حزب څخه، هغه د دې دا شی وشي په افغانستان کې یو حکومت موقتي منځته راوړي او دا به د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېره ستره صلح په منځ کې راځي چې هغه د افغانستان مرور خلک لکه په هغو چې موږ تاسې هم شامل یو او د افغانستان لکه طالبان، حزب اسلامي او دا نور خلک هم شامل دي په دې منځ کې. زه فکر کوم چې په افغانستان کې به یو صلح راځي. بله، نو وخت صلح په افغانستان کې راغله، موږ هر رقم انتخابات کولی شو. بالکل. او هغه خلک چې د نورو خلکو ایجنټان جوړ شوي دي او هغه به انشاءالله د هغو له منې به لاندې شي او موږ به په افغانستان کې د ټولو خلکو لپاره، د افغانستان خلک څه خارج کې دي څه په داخل کې دي، د افغانستان خلک ټول د افغانستان خلک دي او موږ به یو موټی یو. او دومره یو اطمینان در کوم چې د افغانستان د خلکو په مقابل کې دا پنجابیان او دا ایرانیان هیڅ وخت نشي جنګېدلی. بالکل بالکل. او دوی ټولو د افغانستان ته ټولې دنیا ته ښودلي دي چې دوی غټ قدرتونه په زنګونو باندې کېنول. نو اوس هم زه دا تا ته اطمینان در کوم که یو افغان ژوندی وي نو دغه ډالخوران او دغه د اخوانیان د ایرانیانو هیڅ وخت په دې باندې موفقیت نه وي. بالکل. نو بیا هم لکه دا د بعضې اختلافات منځ کې راځي یا د خلکو اختلافات منځ کې راځي، دا خلک هم بعض خلک ملامت هم نه دي او بعض خلک بیچارهګان یا نه به پوهېږي یو څه شی خو به وي، مګر دا درته یم چې موږ د افغانستان یو موټی او یو خلک یو. بالکل. دا ترانه کیسې وایي، موږ باید همیشه یو موټی یو خلک شو. بالکل بالکل صاحب. تاسو نه دا مننه کوم چې نن سټیج کې کینې خپل مصرفوي، خپل خلکو ته
ادعا کوي خپل خلکو ته خپل نوازش ورکوي نو دا به د افغانستان د ټولو خلکو لپاره افتخار وي. موږ د افغانستان خلکو ته دور یو تصور کوم چې په خارج کې یو په خپل سر باندې په شرط باندې نه وي راغلي، موږ له مجبوري نه له افغانستان راوتلي یو. بالکل صاحب، موږ همیشه خپلې خاورې، خپل زامن، خپل مینه او محبت د افغانستان له خلکو سره ساتو او موږ به قرباني ورکوو. نو زه فکر کوم چې ستا وخت به نه نیسم، ډېر خلک به په انتظار کې وي. ډېره مننه. خدای دې افغانستان بریالی، آباد او موفق لري. ژوندی اوسې کتاوازی صاحب، زه دائما ستا ممنون یم، ستا رانمایی نه، ستا مشاوریت ته. دیوران جرګه ښه تاسې یو سرلوړی مشاورې ما ته صاحب، ډېره مننه کتاوازی صاحب. دیوران جرګه بفرمایید صاحب. بله آقای متین، سلام علیکم. السلام علیکم لالای گل، چی حال دارین صاحب؟ خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت باشین صاحب، خدمت شما سلام و احترامات خود تقدیم میکنم. زنده باشین صاحب. امر کنین بالای ما صاحب. دوست ما قبلا صحبت کردن در مورد 5D. بله. 5D را با دیوران مقایسه کردن. ما در اینجا کدام صحبت تنگ نظرانه ندارم. فقط میخواستم امیر بگویم که مسئله دیوران تا 5D تفاوت بسیار فاحش داره. بالکل. یکی مسئله دیورانی است که ما را میتونه که با آبهای گرم نزدیک بسازه، بندر ساحلی داشته باشیم، یک راه ساحلی داشته باشیم با بحر که افغانستان از این ناحیه بسیار آسیب پذیر است. بالکل صاحب. و مسئله دیگه پاکستان در اینجا مسئله دیوران تجزیه پاکستان است. بله. که ما از دست پاکستان همیشه آسیب پذیر هستیم و پاکستان اینجا اهداف و عمق استراتژیک خود میخواهد. وقتی که پاکستان تجزیه شد از این مسائل ما راحت میشیم. بالکل صاحب. به این خاطر مسئله 5D تا دیوران یک تفاوت فاحش داره. بازم اگر کسایی که علاقمند مسئله 5D باشه ما هم هستیم، ولی از اون در ناحیه ما اونقدر آسیب پذیر نیستیم. ولی اونجا ما داریم در کابل حفیظ منصور و لطیف پدرام و بهزاد و این مردم ها، اونا هم بیان با دیوران جرگه دست به دست هم بتن مسئله 5D را حل بسازن. خدا خیرت بده. بیخی صحیح. این دایه برای تمام برادر آواز است. ما خو کدام ادعایی نکردیم که این تنها مربوط ما است. ما منتها میگه خادمش هستم، یعنی زمین وقت خود از پول خود ما تیر میشم، میایم خدمت میکنم. خداوند را قبول کنه، خداوند را برکت برده که مردم افغانستان آرام شوه و این پاکستان لعنتی آیسای دستگاه کشنده قاتل مردم افغانستان خدا از بین ببره. ما از این خاطر شب و روز مطالعه میکنم، راهش میخوایم که پیدا کنم که ما بتونیم از شر آیسای ما خلاص شویم. تا جایی که ما فکر میکنم او ماهیتی که دیروز پاکستان در نزد امریکایی داشت او را از دست دادن. بله. از دست دادن و پاکستان پاکستان و انگلیس دست پیدا کردن بدیل سنگاپور است، بدیل بنکاک هستند و ببخشید بدیل هنگ کنگ هستند. بیادر گل یک چیز هنگ کنگ بسیار خوب است برای اونا. کراچی بدیل بسیار خوب با عوض هنگ کنگ برای اونا شده میتونه. فکر کنم وایسا موهیت خود پاکستان و موهیت خود در نزد امریکا از دست داده. وایسا یک فوج ششلکی و این قدرت اتمی و این مسائل این خودش بلای جان برای خود شد. وقت شما رو نمیگیرم. خداحافظ. زنده باشین. ما یک نکته دیگر هم میخوایم که ذکر کنم و او است که ما دیوران جرگه تانست اقلا اقرار دولت انگلیس بگیره یا می موضوع بین المللی شدن موضوع دیوران در سر امریکا ما در صحنه بین المللی آوردیم دیگه. این یک کار است که فوق العاده با مفاد مردم افغانستان و ما می بندر خود داشته باشیم، بندر گوادر و ما بتونیم مال تجاری خود روان کنیم. و شما فکر کنیم ما برای تجارا گفتم و برادرها شما 600 میلیون میتین آیسایه، چرا با ما کمک نمیکنین؟ شما بیاین با ما کمک کنین، ما میزنیم کل ما یک جای اتفاق میکنیم، یک فند ملی تیار کنیم، یک اکاونت ملی که پولا را در اوجا پرتیم، تمام مردم افغانستان اوجا یک کمیسیون انتخاب کنیم که به دست هیچ کس نباشه، به دست کمیسیون ملی باشه که از اوجا فعالیت‌های خود
در مقابل آیسای مثلا میال فعلا آیسای داخل افغانستان ما چطور میتونیم که آیسای از افغانستان بکشیم؟ در ظرف یک هفته مرا بودجه بتین، مرا وقت بتین. اگر یک هفته ما براتون آیسای از داخل کابل نکشیدم با شما هیچ نام خود تغییر میتم و این خدا ناخواسته به بسیار چوم نمیگم کاکگی راه داره، بسیار راه داره. ما که در افغانستان رفتم و هر کسی که می آمد موضوعات مالی مطرح می شد. هر کسی که می آمد ما از آقای کرزی گفتم که آقای کرزی بیا ما را بودجه بده، چی میکنی پیسا را کل خائنا خورد، شما ما را بودجه بدین که ما می فعالیت‌های خود منظم بسازیم. دیورنجرگه صدیق متین خدمتتون از امر کنید صاحب. آقای متین یار خود زنده و سلامت باشی. باور به خدا که من خود واری آدم اگر در طول تاریخ دیده باشم. زنده باشین لالا، امر کنید صاحب. عبدالرحمن خان تا وال یک کسی پیدا نشد که این مشکل ما و شما را حل بسازه و واقعا که یک مشکل بسیار عمده و یک مشکل بسیار اساسی است. خداوند شما را قدرت بوده، قوت بوده، اگر این مشکل حل بکنید این کلانترین کار است که من میگم. من خود پشت سرتان شخصا خودم هستم. زنده باشید صاحب. امی آواز مبارکتان، اسم مبارکتان میگین نمیگین؟ ما متین نام دارم، ما هم نام بردیم شما. متین صاحب قربانتان شوم، خدا خیرتان بده صاحب. با ما یک تلفن خوب باز بزنین صاحب، گمیم بخیر ما را عاشق صحبت هایتان کردین صاحب. حتما همراهتان تماس میگیریم ان شاء الله که با اکاونت نمبر گپا را میگیریم. خدا خواسته باشه ما همراهتان هستیم. زنده باشین متین صاحب، خدا شما را خیر بده صاحب. لطف و مرحمت کردین صاحب. یعنی ببینید که میال همین قلب ما را شما قوت دادین، دل ما را تازه کردین. افغانیت اینی را میگه، اینی افغان واقعی ماست. خدا شما را خیر بده صاحب. دیورنجرگه صدیق متین خدمتتون از امر کنید صاحب. آقای صدیق متین سلام علیکم به شما و به شنونده عزیزتان. السلام. به همه سلام تقدیم میکنم. ما صاحب در خدمتتان هستم، امر کنین برادر گل بالای من. ما عرض داشتم صحبت‌های ما را گوش کنین. ما قبلا صحبت‌های شما را شنیدم، واقعا صحبت‌های جالب داشتین، صحبت‌های خوب داشتین. باریکی موضوع بحث در اینجا است که ملت افغانستان جنگ دیده شده، درد دیده شده و روی هم رفته منتظر از این هستند که بالای کی اعتماد بکنن، بالای کی اعتماد نکنن. شما ببینید مردم افغانستان، شما که وقتی که در بین خودتان ما صحبت میکنم که شما بین خود چقدر اختلاف دارین، شما سر پول جور نامدین، بینتان تصادم فکری رخ داد، مردم ایران مانده که طرف شما باشه و طرف اونا. برای که ما فیلم طلوع فیلمی که در تلویزیون آقای مسکینیار پخش شد امو رو هم دیدیم، همون چیزا هم دیدیم که بسیار ما صحبت‌های شما رو دقیق بشنویم. من خود امیال در فامیل صحبت کردم که تصادفاً که ما پیشتر همون فیلم در تلویزیون آقای مسکینیار دیدیم و صحبت‌های شما رو شنیدیم. من گفتم این بسیار جالب است که آقای متین استدلال میکنم. گپ آجی بسیار خوب گپ بود، وکیل گرفتن بسیار گپ خوب است، چون اینجا موضوع ملت افغانستان است. دعوای چند نفر نیست که تنها سر پولی شما سر اونا دعوا کنین، اونا سر شما فقط این را وکیل حل کرده. اینجا حیثیت تلویزیون ها رو بین است، حیثیت آقای خطاب. من پیشتر زنگ زدم، امی آقای خطاب تلفن گرفت، باور کنین که من نشد که سلام علیکی کنم. گفت سلام علیکم. والا ما پسان گفتم کاش که من که سلام علیکی نکنم، به خاطر که حیثیت و آبرو اینا در بین است. اینا در بین مردم یک حیثیت دارن، یک آبرو دارن، یک عزت دارن. کل افغانا به اینا احترام داره، به نام است. این حیثیت این تلویزیون ها مطرح است، ملت افغانستان مطرح است. حالا ملت افغانستان ایران مونده که از شما طرفداری کنه، در این اوضاع برونی یا جنای رقیبتان طرفداری بکنه. با شما صحبتتان شنیدم، با شما براتون میگم که مردم افغانستان این موضوع رو ببینن که کی برشون خدمت میکنه. کی هر کسی که از پول خود ترک شد، اون نفر از وقت خود تیر شد و خدمت کرده. ما در ظرف 4 سال ما یک دقیقه آرامی را ندیدیم و خدمت کردیم و ما باعث مسئول این کار ما میتونم که هر کسی صحبت کنم، که هر کسی که با مفاد مردم افغانستان باشه و دایی ملی باشه ما صحبت میکنم. و ای که یک نفری که خاک خشک میگیره دیوال میزنه و ای پسان ما پیدا میکنم که ای از کجا هست. ای نه تنها که در دیورنجرگه تمام میشه، این ما تا گفتم که تا در زمان رسول الله مبارک تا سر رسول الله مبارک هم توطئه میکردن چیزا منافقا.
دیگه ما این یک مبارزه است، مبارزه سیاسی است. این کار که اینا کردن خداوند هدایت نیکی بتشانه. ای که آمدن دامن خود سر خود بالا کردن، ما خو مبارزه ما روان است و ما ایره میگم که ما در جرمنی لایر میگیریم و این موضوع رو در محکمه اون هر چیزی که موضوع بیان پروف کنن این کاره. و این کاری که اینا کردن و تلویزیون آقای مسکنی ها رو ایره بدون از این که سر از این تعلل کنن فکر کنن ایره انداختن. اونها خب میخواین که می موضوع دیورند چون در دل عقده دارن، میگفتن که دیورند ما متوجه نشدم که باید ما پیش میبردیم یا میکردیم. خب ما او رو به هر صورت تو خب موضوع شخصی میشه، موضوع ملی است و ما شجاعانه افتخارانه میگیم که ما تا امروز از هیچ کس یک شانداپلی نگرفتیم و کلش از جیب خود ما پیش بردیم. ما نظریات شما رو شنیدم. این خب مبارزه است برادر، خونی است که کل چیز تیار شده باشه. ما در مقابل پنجمین قدرت دنیا به اصطلاح کایسای است ما مبارزه میکنیم. یک کار ساده نیست برادر گل. و این که ما کوشش میکنم که از کجا منشأ گرفته، از کجای تقویه میشه و این چقدر کمک بر از یا واده شده که کی بر از یا میته. چرا اینا پروگرام مشکلات بودجویی هم داشتن، یک موضوع تکس داشتن که تکس دادن نمیتونستن. خب ما باز به این اساس ما ایره جستجو میکنم. ما از هیچ چیز راست نداریم. ما را گفت بیاین، ما رفتم جرمنی، گفت این موضوع شده، ما گفتم نه نشده. ما از کسی پول گرفتیم، ما میگیریم. ما پیشنهادات برای تمام ممالک روان خواد کردیم، پیشنهادات ما که موضوعات از نظر تلویزیونی و از نظر فعالیت‌های ملی مساعات بین‌المللی اگر بر ما کمک کنه و یا تجار ملی ما یا دولت افغانستان و ما کمک کنه، خب بسیار خوب میشه که برای که ما بتونیم فعالیت‌ها خود از نظر بین‌المللی و حقوقی گسترش بدیم. دیگه به این ترتیب این موضوع رو ما به اطلاعتان میرسونم که این موضوع رو ما انشالله از نظر قانونی ما رو پیش میبریم. اگر شما مو ویدیو کلیپ پارتین
چې ټول ورته سجده سو او یقین کو پاک سبحان کو دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دی څومره ښایسته افغانستان دی وی ګران دی څومره ښایسته افغانستان دی پشان د ګلونو چې پرته پور بلدا دا خاور د کابل دا خاور د کابل توکړی پښتنو ظلمو پټکو کې بل پول دا خاور د کابل دا خاور د کابل پشان د ګلونو چې پرته پور بلدا دا خاور د کابل دا خاور د کابل با عرض احترام مجدد از اینکه دقیقه وقت داریم تلفن‌ها رو میگیریم میریم که ببینیم خوارا و برادرای ما چی میگن. بله بفرمایید صدیق متین در خدمتتان هستم. امر کنید صاحب. سلام علیکم برادر محترم. السلام خوار گرامی چی حال دارین صاحب؟ خوب هستین؟ خوب است. چطور هستین؟ خوب هستین؟ ما پروگرام تا را دیدم. زنده. برای که ما باید اول سلام خود بر تمام برادرها و خواهرای وطن دوست و میرسانم. همیشه برادر خدا موفق داشته باشید. شما پیشتر گفتین که ما پول خرج کردیم. ما کار شما پول چی که جانتانه و از جانتان تیر شدین. شما در افغانستان که رفتین ما خود میدیدیم که شما به مظاهره ها یک بلس خاک در سرتان شیشته 4 طرف کاش که یک چند تا صدیق متین پیدا شود که به وطن همه قدر جان فدایی کنه و به کوشش ازی باشه که مملکت ما وطن ما آرام باشه. بسیاری برادران میگه دیورند چرا خط دیورند چرا خاک فروخته شد و خلاص مگن فکر نمی کنن که اقتصاد افغانستان مربوط از اموز تمام آرامی و نارامی افغانستان به دست از اموز دیورند است. ما افغان هستیم و زن و مرد ما امرایت هستیم. هیچ شما به این متاثر نباشین به گپای مردم نرین. ما همیشه کامیابی و موفقیتتان میخوایم. زنده باشین. من یادم است سبا جان خوار گرامی معاون دیورنجرگه هالند افتخار ما افتخار تمام افغان هستین شما. من یادم است که در افغانستان هر روز شما تلفن میکردین احوال مرا میگرفتین احوال برادرتان میگرفتین و شما دائم من میدیدم که اشکایتان سر میکرد دعا میکردین. ما هیچ وقت یادم نمیره. ما خوب شد که شما تلفن کردین که میره به تمام خوارا و برادرای خود بگویم که اینت یک خوار قهرمان ما داریم در دیورنجرگه که قلبش میتابه به خدمت به مردم افغانستان. بفرمایید صاحب. زنده باشین برادر محترم. ما اعتراض که جان خدا فدای وطن میکنم و کسایی که به وطن خدمت میکنه ما نوکر از او کس هستم که خدمت به وطن خود کنه دیگه. شما پشت خدا امرایتان است. خدا اجر میتیتان. پشت گپای مردم ایت نگردین. شما کارتان پیش برین برای که کار شما کار وطنتان است کار دین است. ما فقط تمام مسئله افغانستان به یک طنز کوتاه اگر اجازه تان بفرمایید کل در اختیارتان است. بفرمایید. نامش است وطن ما. بله. به جای دست به دست دادن به نجات وطن دایم تهنه و ناسزا دادیم به یکدیگر. این است وطنداران ما. نامش است وطن ما. وطن از ما اختیارش از بیگانه ها. شفاخانه ما چین و چینایی ها. سرک و چمن ما گشت گذار بیگانه ها. نامش است وطن ما. اصطلاحات و فرهنگ ما به دست فرهنگستان ایران. نامش است وطن ما. قرغه و پغمون دره هست به دست هر گله. نامش است وطن ما. دشمن دین چی دوستی دارد خنجر در کمین دارد. ای مردم نجیب افغان مگذارید ریشه دواند بیگانگان. گفتار زیاد کردیم عمل نکردیم. می رود از دست فرهنگ ما سرحد ما. نامش است وطن ما. اختیار بهش دست جنگجویان
کلی جنت به دست افراطیون پاکستان پارچه پارچه می شود جوانان. این است وطن ما، نامش است وطن ما. خانم های مظلوم بنده خدا اختیارشان به دست وحشیای نادان زیر شلاق بیرحمان. این است وطنداران ما، نامش است وطن ما. بعضی رشوت خور، بعضی تریاک فروش، عده وطن فروش. این است وطنداران ما، نامش است وطن ما. از بحر پول تفلک های مردم را ربودن، دخترای معصوم را بیفت کردن. این است وطنداران ما، نامش است وطن ما. ای افغان های شریف وطن، ای تاجک و ازبک و پشتون، مگذارید به دست بیگانگان وطن ما، تا که از بد بتر تباه نشویم ما. این است وطن ما، نامش است وطن ما. برادر محترم، این عکسی گپی که در افغانستان است، ما شما کوشش میکنیم که خداوند همراهتان باشه و همراه همگی کسایی که به وطن خدمت میکنن. نام خدا چی یک طنز نشته کرده بودین خواهر جان، بسیار بسیار تاثیر خوب کرد بالای ما باشین. برای که ما اگر کنم که چی باشه کمی و چی باشه مرا ببخشین، چون من خودم می نویسم عاجل دیگه. زنده باشین صاحب. ما دستایتان رو می بوسم، در پناه خدا باشین صاحب. همیشه کامیاب و موفق باشین. ما سلام خود به تمام برادران تقدیم میکنم. خداحافظ شما. زنده باشین صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. ما معذرت میخوایم، تلفن میکفه است. شما برادرها و خواهرای عزیز ما تلفن میکنین، ان شاء الله برنامه دیگه میگیریم که بخیر این موضوعات صحبت کنیم. امید است مرا ببخشین اگر کدام حرف اشتباه از دان ما برآمده باشه. و ما باور کنین که ما احترام افغان خدا و عزت افغان خدا میخوایم و ما جدا در مقابل بی اتفاقی استاد شدیم و استاد میشم. اما موضوعی که راه حل داشت، راه حل اینا ندیدن و از ما پرسان نکردن. اونا رفتن توطئه میکردن، توطئه کردن در مقابل ما. این کار مردی نبود. می آمدن می گفتن که از ما یک سوال میکردن، ما برشون گفتم 100 دفعه گفتم که برادر ما جرگه را دایر میکنیم، ما که هر نفر ما میشینیم و صحبت میکنم چیزی که خیر فلای مردم افغانستان باشه و کار ما میکنیم. اینا نشنیدن، اینا خواستن که امی پروسه را صدمه بزنن، اما هیچ وقت شما موافق نمیشین. یکی کی امرایتان کمک میکنه، ما در مقابل اول با کمک خداوند جل جلاله در مقابل دولت پاکستان مبارزه میکنیم. خب یک کار موضوعی نیست، کار خودخواهیم نیست، یک کار است که باید تمام مردم افغانستان فریضه داره که حق خود بگیره از دولت پاکستان. اگر می موضوع ایسای دولت پاکستان نباشه، امروز در افغانستان صلح حکم فرماست، آرامی و ترقی و پیشرفت مردم افغانستان. ما سوال میکنن که آقای متین چطور میتونیم که ما همین مشکل خود که پاکستان حل کنیم و پاکستان ایره به شکل جدی بگیره. ما که چرت زدم یا کدم، شما ایره فکر کنین که پاکستان میایه فابریکات ما را از بین میبره، سرکای ما را از بین میبره و میایه مسجدهای ما را از بین میبره، در سرکای ما بم میمونه. ایره کلش لوجستیک ایسای کارا را میکنه. شما فکر کنین ما حق داریم که بریم در پاکستان فابریکاتی که اونا دارن، مثلا فابریکات تانکسازی، فابریکات طیاره سازی، همین فابریکاتی که مواد خام به اصطلاح تبدیل میکنه مواد پخته، شما ببینید که سالانه بین 10 تا 20 بیلیون دلار یا صادر میکنند در افغانستان ممالک دیگه. ما هم پاکستان ایسای بفهمی که ما هم میفهمیم که چطور در مقابلتان حرکت کنیم، ما هم میتونیم که در مقابل فابریکاتتان عمل کنیم. اگر ما در مقابل فابریکاتتان عمل کنیم اقتصادتان سقوط میکنه. اما باز هم ما راهش ما میفهمیم، اما باز هم ما میگیم که دین مقدس اسلام، ما پیرو دین مقدس اسلام هستیم و ارشادات رسول الله مبارک. شما چرا او جنرالای پاکستانی که شما در ایسای کار میکنین و چرا شما افغانا را میکشین؟
بر علاوه که شما در دوزخ بر عبدالعباد میرین، شما بر مقابل افغانتان و مسلمانتان خیانت میکنین، مقابل قرآن شریف خیانت میکنین، مقابل شهادات رسول الله مبارک شما خیانت میکنین. چرا این کار میکنین؟ ما اگر شما فکر کنین ما شاید اولین نفر باشم که به مفادت گپ میزنم. همون جنرال های افغانی که یا پشتونی که در آیسای کار میکنه، چرا شما که پنجابی ها اصلا معامله میکنین؟ شما باید که پنجابی ها تمام پشتونی های خود میگم قطع رابطه کنین، اموال پنجابی ها رو نخرین، از فابریکاتش دور برین تا که میتونین. شما ببینین که در یک ماه اقتصاد پاکستان سقوط خواهد کرد. کل مواد خام فابریکا را شما میخرین. شما میفهمین که تمام قدرت در پاکستان در دست 10 فامیل است، 10 فامیل پنجابی. به این معنا که 10 فامیل پنجابی شما افغان ها را اسیر کرده. شما تحقیقات کنین سر سیستم اجتماعی و سیاسی پاکستان. 10 فامیل است. ببینید که زرداری پس میشه، نواز شریف میشه. و دیگه من که کلپ انداختم کرزی صاحب، شما میفهمین که نواز شریف شخصی بود که اردوی ملی ما را از بین برد و افغانستان به این حال کشانید. شما چطور باز میرین که نواز شریف میشینین؟ این دشمن قسم خورده مردم افغانستان است و این رفتن شما هیچ به خیر و فلاح مردم افغانستان نیست. ما باید راه را پیدا کنیم که برای غریب افغانستان، برای بیوزل افغانستان، برای رفیجی افغانستان، برای مریض افغانستان، برای یتیم افغانستان ما کمک کنیم. شما تمام این شرایط میگذارین، میرین وقتتان که نواز شریف مصرف میکنیم. باید شما در نظر بگیرین که غم غریب کی میخوره، غم رفیجی کی میخوره، غم بیچاره و بیواره کی میخوره. شما ما براتون گفتم که همین از پاکستان تلفن میاد، از افغانستان میاد، من ایران میمونم که چطور آدم چقدر نفر کمک کرده بره. به این ترتیب وقت ما پوره است. تلفن ها ببخشین، تلفن ها میکفه، ما تلفن ها شما را گرفته نمیتونم و باز هم میگم خداوند کل ما را هدایت نیکی بده که ما از دین مقدس اسلام به شکل درستش پیروی کنیم و احکامش مراعات کنیم و امید است که صحبت های ما خاطر کسی نرنجانده باشه و این کار ما طرفدارشون نبودم که من خدا نخواسته در مقابل کسی بی‌احترامی کنم، اما این شرایط غیر افغانی و غیر اسلامی را شما کردین در مقابل یک میمانتان و فوق العاده از پیش شما خفه هستم و شما میتونستین بیاین مستقیما. ما مستقیما بر شما گفتم که این توطئه را پس کنین و مازم خاطر ما جرمنی آمدم شخصا. من خبرم بودم از دست 3 تان ما آمدم، اما این کارایتان بخی غیر افغانی و غیر ملی بود. خداوند هدایت نیکی بتونه در این سنه که هستین شما. دیگه ما برادرایی داریم که انشاءالله این موضوع رو پیش میده، جرمنی و در سایر ممالک انشاءالله ما موفق میشیم، موفق شدیم. آواز در تمام ممالک بین المللی موضوع دیورند بالاست و تنها یک عملکرد ملی کار داره که انشاءالله او رو برای خاطر انداختیم. دیگه سلام احترامات ما را قبول کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.